الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای و خواهرای عزیز، به درس ششم رسیدیم به فضل الله و موضوع درس ششم شناسایی با الف لام قمری و الف لام شمسی. البته در درس‌های گذشته ذکر کردیم که خودی وظیفه الف لام چیه. الف لام وقتی که نوابسته شمسی یا قمری وقتی که در کلمه اضافه میشه او معرفه میکنه، کلمه نامعینه معین میکنه. مثلا طالبون، در اینجا طالبون میگن دانشجو، وقتی که الف لام در او اضافه کرده میگیم الطالب، یعنی یک دانشجوی معین. طالبون دانشجوی نامعین، نامعلوم. الطالب یک دانشجوی معین. وقتی که من صحبت میکنم با یک انسان درباره یک دانشجو سخن که گفتم، البته من چیکار میکنم؟ الف لام خوش میکنم، برای که من درباره یک انسانی معین، در یک دانشجوی معین صحبت کردم. میگم هذا، مثلا اشاره میکنم، میگم هذا الطالب مجتهد و ذو خلق. این دانشجو بسیار با اخلاق و کوشش کننده است. در مقابل هم صحبت ما چی میگه؟ اعرف هذا الطالب هو جارنا. من این دانشجو را میشناسم، او همسایه ما است. یعنی شاهد چی است؟ الطالب میگه اعرف هذا الطالب، من این دانشجو را میشناسم. و الف لام چیکار میکنه؟ اضافه میکنه در کلمش چی به؟ برای که درباره یک انسان معین سخن رفته است. این الکه ما گفتیم. امروز میگیریم الف لام شمسی. یعنی الف لام شمسی از قمری چی فرق داره؟ باز همین مثال های میگیریم، اغلبش و بیشترش الف لام شمسی هست. الف لام شمسی از قمری فرق همین در همین است که الف لام شمسی نوشته میشه و خوانده نمیشه. یعنی حرف های عربی عبارت از 28 حرف است. 14 تا همون حرف ها شمسی است، 14 تا قمری است. مثلا همین 4 مثالی که از در چی میبینید، در کتاب میبینید، همین حرف های چیه؟ شمسی هست. مثلا نون، حرف نون الف لام شمسی هست. وقتی که الف لام در او قش شد، اضافه شد، الف لام خوانده نمیشه و نکی نوشته میشه. میگیم نجمون، النجم، النجم. و اهمیت بتین خود نون تشدید میگیره، علامت شده میگیره. النجم یعنی نادرست بگیم که النجم. چرا؟ برای که حرف نون حرف شمسی هست. این چنین حرف دال، دیکون، الدیک، یعنی نمیگیم الدیک بلکه الدیک. الف لام نوشته شد اما خوانده نمیشود. تکتب ولا تنطق، نوشته میشود خوانده نمیشود. رجل، الرجل. ببینید، یعنی الف لام اضافه شد، خوانده نمیشود، نکی نوشته میشود. الرجل باز هم شده میگیره، یعنی علامت شده تشدید در او پیدا میشود. الرجل طالب، الطالب، طالب الطالب. الف لام شمسی بود است. چگونه ما از یاد کنیم، چگونه در خاطر ما بمونیم که همین الف لام شمسی، الف لام قمری، همین یک کلمه را از یاد بکنیم. مثلا حاضر شما فهمیده که همین 4 حرف، حرف نون، حرف دال، حرف را و حرف تا، الف لام چی بود است؟ حرف های شمسی بود است. حرف های شمسی بود است. هر یک کلمه که به همین حرف ها سر می شوند، الکه شما میدونید چگونه چیکار کنید؟ نطق کنید. به خاطر که همین کلمه را شما ایجاد کرده گین. یعنی وظیفه شما چی بوده است؟ همین 4 کلمه را ایجاد کردن. نجمون، النجم، همین کلمه النجم به خاطر بگیره. دیگه هر کلمه‌ای که با نون سر میشه شما الکه با آسانی الف لام چیکار میکنید؟ قش میکنید، خطا نمیکنید. مثلا کلمه زیاد است به حرف نون. نورون، نور، الف لام اضافه کنیم چی میشه؟ النور. نفس، النفس. نساء، النساء. نمر، النمر. مثال برای حرف دال، مثال دیک گرفتین شما در خاطر گیره حرف کلمه دیک، خروس. با هسته کلمه دارون، الدار. درس، الدرس. دین، الدین. دنیا، الدنیا. یعنی شما الکه میدونید که چگونه الف لام در او اضافه کنه، برای که الکه حرف دیک و که کلمه دیک در شما هسته، شما الکه ایجاد کرده گین. رجل، الرجل. مثالی با حرف را کلمه های دیگر، رمان، الرمان. ریح، الریح. رمز، الرمز. ریحان، الریحان. ریحان یک نمودی رستنیه، ریح شمال می شود. خب شاید همین که یعنی هر یک کلمه نوی که شما از یاد میکنه ببینید که اکم حرفش چیه.
اولین حرفش اگر همین کلمه‌های ایجاد کردگیتون باشد الکی شما دا آسان میشود اضافه کردن الف لام. طالبون، الطالب، کلمه هایی که به حرف تا سر میشود. طین، الطین، طفل، الطفل، طور، الطور، طواف، الطواف. خب دوامش هم میگیریم انشاءالله. نوبر یگان مشکلی نیست، یعنی یگان دشواری نیست وقتی که شما کلماتون که زیاد شدن گرفت شما یک کلمه را که ازاد کردگی هستین دیگه کلمه ها را به همون برابر میکنین، قیاس میکنین. النجم چیکار میکنین؟ نورون. خیلی فلان خوش کنم النور یعنی مثل النجم، یعنی نوشته میشه و خوانده نمیشه. مثال جه مثال های زیاد ذکر کردگی مؤلف همه همین اغلبش بیشترش الف لام چیه؟ الف لام شمسیه، مگر هم دو تا مثال الولد انمی حرف واو الف لام قمری های و کلمه المریض بیمار حرف میم هم چیه؟ حرف الف لام قمری. بنابر ال میگیم المریض، الولد. ال اهمیت بتن یعنی تلفظ میکنیم، هم نوشته میشه و ال هم خوانده میشه. با مقابل چی؟ شمسی. شمسی نوشته میشه و ال اما خوانده نمیشه. النجم بعید، ستاره دور است. الرجل واقف، مرد راستا ایستاده است. السکر حلو، شکر شیرین است، حلو. الطالب مریض، دانشجو بیمار است. هر یک کلمه نو شما میتونید در کتاباتون بنویسین. کتابا من در زیر نوار برای تحمیل کردن، اسکچت کردن میگذارم. در زیر نوار شما دریافت میکنین ان شاء الله پیوند شه. السکر حلو، الطالب مریض، الدیک جمیل، خروسی زیبا. خروسی زیبا. ششم الدفتر جدید، دفتری نو. التاجر غنی، فروشندهی بوی یا که تاجری بوی. هشتم الدکان مفتوح، دکانی شده. دکان همون دکانی خمون میشه. الدکان مفتوح. نهم الولد فقیر، پسرکی کمبغال، پسرکی فقیر. الولد فقیر. دهم التفاح لذیذ، سیبی با مزه. التفاح سیب میشود. الف لام اگر بگیریم تفاح الف لام اضافه میکنیم، الف لام شمسیه چی با؟ برای که حرف تا حرف چیه؟ شمسیه. التفاح لذیذ، سیبی با مزه. یازدهم الطبیب طویل والمریض قصیر، طبیب قد بلند است، بیمار باشد قد پست است. طویل قد بلند، قصیر قد پست. شاید همین که همین مثال هایی که حاضی مؤلف ذکر کرد شما میتونه گوناگون او را جمله بندی کنی از پیش خودتون. مثلا الدیک جمیل اونجا گفتگیه، شما میتونه در جای ای بگین الطالب جمیل، دانشجوی زیبا، یا که بگین البیت جمیل، خانه زیبا. خب الدکان مفتوح، دکانی شده، شما میتونه در اینجا اضافه کنی کلمه مسجد. المسجد مفتوح، البیت مفتوح، خانه کشاده، مسجدی کشاده و غیرش. یعنی جمله بندی را پیش خودتان اضافه کنید. چیزی که شما میخواهید گفتن همون کلمه های گذشته، درس های گذشته، چیزی که ازیاد کردن با واسطه همون جمله بندی کنید. این برای شما کمک زیاد میرسونه برای ایخد کردن لغت و ازیاد کردن بگیم معامله کردن با مردم. الطبیب طویل، طبیبی قد بلند میتونه گفتن که شما میتونه گفته که الطالب طویل، دانشجوی قد بلند. المدرس طویل، مدرسی قد بلند. انت طویل، تو قد بلند هستی. هو طویل، او قد بلند هست. انا طویل، من قد بلند هستم و غیرش. یعنی چیکار میکنه؟ همون جاینشین ها قطیرم میتونه جمله بندی کنه. انا، نحن، انت، انتی، انتما، انتم، هو، هی، هم، هما. انشاءالله با این جاینشین ها ما درس الهیده میگیریم برای جمله بندی کردن، برای که مهمه با همین جاینشین ها من، تو، شما، او، وای، آنها، همه اینا را انشاءالله الهیده یک درس میکنیم که برای ذخیره لغوی شما زیاد شود. و در همینجا تمام میکنیم انشاءالله تا درس های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللام الشمسية واللام القمرية. أولا، اللام القمرية. اقرأ الكلمات التالية: قمر، كتاب، باب، منزل، عين. قم بإدخال ال على هذه الكلمات ثم انطقها: القمر، الكتاب، الباب، المنزل، العين. ماذا تلاحظ؟ أحسنت! أننا ننطق اللام في ال كما أنها ساكنة. وماذا تسمى هذه اللام؟ تسمى هذه اللام اللام القمرية. ثانيا، اللام الشمسية. اقرأ الكلمات التالية: شمس، سماء، ثوب، تين، زائر. قم بإدخال ال على هذه الكلمات ثم انطقها: الشمس، السماء، الثوب، التين، الزائر. ماذا تلاحظ؟ أحسنت! أننا لا ننطق اللام في ال كما توضع الشدة على الحرف الذي بعدها. وماذا تسمى هذه اللام؟ تسمى هذه اللام اللام الشمسية. الاستنتاج: اللام القمرية هي التي تكتب وتنطق مثل اللام في كلمة القمر، ولذلك سميت قمرية وتضبط بالسكون. اللام الشمسية هي التي تكتب ولا تنطق مثل اللام في كلمة الشمس، ولذلك سميت شمسية وتوضع الشدة على الحرف الذي بعدها.